مادر من به کار رفتم. مادر من به کار دیر کرده شدم. مادر کجا هستید؟ مادر جان، مادر بر من یک دعا میدادید، به کارم میرفتم. مادر در کجایید شما؟ شاید خواب باشد. مادر جان، برایم دعا تیید که دیر نشود به کار روم. برایم دعا تیید که تا کارهایم پیش رود. مادر جان کجا هستید؟ مادر کجایی؟ چرا صدا نمی کنی مادر جان؟ مادر پدر جان، پدر جان کجا هستید؟ اما تخت نشستی پدر خالی هست و فکر میکنی که پدر در خانه خوابش است و داد میزنی. پدر جان کجا هستید؟ پدر به کار دیر کرده شدم، یک دعایم میدادید؟ پدر جان شاید خواب باشند. پدر کجا شده باشد؟ پدر جان باید به کار روم، دیر کرده شدم، یک دعایم تید که تا کارهایم برار گیرد. پدر جان، اما افسوس پدر در جای خوابش نیست و دیگر خانه را میخواهی ببینی. پدر جان چرا صدایتان بالا نمی شود؟ کجا هستید پدر؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. البته از موضوع و معنای این نواری که تنها ثبت آواز در بالای نوار کردیم شما الکی پی بردید که ما در باره چی و چی را در نظر داشتیم. بله دوستان عزیز، وقتی هر یک انسان داخل خانه می شود اولین کار می کند که باید پدر و مادرش را ببیند و جستجو می کند به مانند همین نواره که ما در اول گذاشتیم. این درد را، این حالت را و این نوار را او کسای درک میکنند که البته پدر یا مادر از دست دادند. وقتی شما داخلی خانه میشوید جستجو میکنید پدر کجایی، مادر کجایی، اما صدای از آنها نمیشود. شما میدانید که چگونه دل شما تپش میزند، کجا رفته باشد. این نوار مربوط به همه انسان هایی که همه وقت داخل خانه می شوند و می خواهند که صدای مادر را بشنوند یا می خواهند که پیش از به کار رفتن دعای پدر و مادر را گیرند، نمی توانند. کسایی که پدر و مادرتان زنده هست دعاهایش را گیرید. کسایی که پدر دارید، مادر دارید، خدمتشان را کنید تا پدر و مادر نشوید به قدر آنها نمی رسید. امروزها هر یکی ما در سامانه های اجتماعی میبینیم و شاهد بعضی از نوارهای میشویم که بعضی پدران، بعضی مادران از دست فرزند خوار و ذلیل گشتند و بعضی ها باشد بر یک دیدار پدر و مادرشان زار هستند. دنیا همین است برادرای عزیز. دنیا به مانند یک جنگل بزرگی هست که در آنجا شیر هم هست، شغال هم هست، سگ هم هست. پس در همین دنیایی که دو روز است، چگونه که امروز هر یکی ما و شما فرزند داریم، چگونه که شبها بیداری میکشیم، یک جای فرزند ما اگر درد کند ما نیز درد میکنیم. فراموش نکنیم که آنها برای ما غم کشیدند. فراموش نکنیم که آنها شب تا سحر خواب نکردند. فراموش نکنیم که نه سردی را سردی گفت و نه گرمی را گرمی به خاطر تأمین فرزندهایشان کوشش کردند. مرگ را قبول کردند و شما را به دنیا آوردند. روز قیامت هر یک انسان پرسیده می شود ای انسان تو به مادر و پدرت چه خدمت کرده؟ خوش آنان که خدمت کردند و دعا گرفتند. وای بر حال کسانی که امروز پدر را خوار کرده، مادر را خوار کرده. یقین دان دنیا دو روز است، تو نیز روز خوار می شوی.
وقت دنیا دو روز است میگوییم فراموش نکنیم که ما امروز هستیم، فردا چیکار میکنیم و دیگر و دیگر. دوستان، عمر غنیمت است. اگر خواهی که بعد از پیری، وقتی خواهی که نه محتاج فرزند شوی نه محتاج دیگر کس، پس به مادرها پدرهایتان چنان خدمت کنید که وقتی فرزندها شما را میبینند که چگونه خدمت دارید، در دم پیریتان همان خیل به شما خدمت کنند. فکر نکنید که شما سلامتیتان دائمی هست و روز شما نیز پیر می شوید، شما نیز در جاگه خواب می روید. اگر هر کسی که پدر و مادر دارند و چنین احوال دارند خدمتشان را کنید، انشاءالله صاحبی همه چی خواهید شد. البته وقتی این نوار را در صفحه تیک تاک گذاشتم، باور کنید یک برادر نوشته که خوب میشد همین نوار را نمی کردی. در اینجا باید دو فکر را ما برای خودمان قبول کنیم. فکر اول این است که در نبودنشان به قدرش رسیدیم. فکر دوم این است که حالا زنده هستند و اما به قدری و به احترامی نسبت پدر و مادر کرده ایستادیم. بر همه شما دوستان عزیز تنصیحاتی و سلامتی خواهان هستم. بگذار در خدمت پدر و مادر دائما باشیم و دائمی باشیم تا روزی که ما هم پیر می شویم فرزندهای ما در خدمت ما دائمی باشند. پدر و مادران را خداوند عمر دراز و تن صحت و سلامتشان دائمی باشد. آمین.